اون ملائکه میگه درهای جنت برای اهل جنت کشاده میکنن، دو طرف از دو بری راه صف میگیرن و پیشواز اهل جنت میبرن. الله رب العالمین بازگشت میکنیم این عبادت ها برامون دردی سر نباشه، این ابدی دیگر شما در جنت سلامت میمانه، رنج و مشقت و غم و درد در این آخرت یعنی در جنت دیگر نمیبینه. ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз. як хушхабар: ширкати муҳоҷиртур барои шахсоне ки нияти сафар ба ҳаҷи фарзӣ ва ё умра рафтанро доранд марҳамат сафари 60 рӯза яъне 2 моҳа аз аввали моҳи май то охири моҳи июн пешниҳод намудааст. нархи билетҳоро барои обуначиҳои мо роҳи фардо хеле ҳам арзон мекунанд. аз номи канали мо муроҷиат намоед. шитобед то дер намонед. барои маълумоти бештар дар номерҳои рӯи экран буда +7 903 145 44 43 ватсап, телеграм ва телефони дастиашон ҳаст. занг занед. аллоҳ ҳаҷатонро қабул гардонад. омин. رب العالمین وقتی که اهل جنت وصف میکنه که جنتی ها به سوی جنت وقتی برده میشوند، یعنی گروه گروه جمع کرده میشوند از صحرای قیامت به سوی جنت برده میشوند، ملائکه هایی که وابسته به خدمتگاری اهل جنت هستند، اون ملائکه میگه درهای جنت برای اهل جنت کشاده میکنن، دو طرف از دو بری راه صف میگیرن و پیشواز اهل جنت میبرآمدن. اونها یک جمله داشتن، اونها میگفتن که سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، میفتن سلامتی ابدی برای شما نصیب باد، ابدی دیگر شما در جنت سلامت میمانه، رنج و مشقت و غم و درد در این آخرت یعنی در جنت دیگر نمیبینه، سلامتی ابدی برای شما نصیب باد. طیبتم، شما در دنیا پاکیزه بوده، سبب پاکیزگی شما را سبب شد که امروز داخل جنت میشوید. فادخلوها، امروز داخل شوید در این جنت که ابدی همیشگی خالدین فیها ابدا، همیشگی شما در عیش و عشرت و لذت و راحت آخرت هستی. یعنی پیغمبر بزرگوار برای ما توصیه چی کردن؟ گفتن ای امتای من حرکت کنه، خود را پاکیزه کنه، پاک باشه. متاسفانه امروز اکثر مردم ما با آب سر و بدنش شستشو میکنن، غسل میکنن، اما درون اونها ناپاک است. برای انسانیت پاکیزگی تزکیه نفس یعنی درون و بیرونش انسان باید پاکیزه کنه. اگر درون پاکیزه نباشد، دل پاکیزه نباشه، مسجد آمدن برای تو فایده نداره. برادر عزیز بزرگواری من، نماز خواندن برای تو فایده نداره، حج رفتن و زکات دادن و دیگر نوع عبادت ها برای تو فایده نداره. به همین خاطر برادران بزرگواری من حرکت داشته باشیم که ما درونها و بیرونهای خود را از ناپاکی ها، از افلاسی ها، از غژدی ها، از بدنیتی ها، بدفکری ها، بددوستاری ها حرکت کنیم که پاکیزه کنیم، تا اینکه خداوند ما را قبول داشته باشه، تا اینکه ما وقتی که از دنیا به سوی الله رب العالمین بازگشت میکنیم این عبادت هامو برامون دردی سر نباشه، این عبادت هامو مقبول درگاه الله رب العالمین باشه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم فرمودند که الطهر شطر الایمان، گفتن طهارت، پاکیزگی این نصف ایمان هر شخصیت است. برادران عزیز بزرگوار، امروز در جامعه من و شما، در جامعه ما مسلمان ها چقدر ناپاکی زیاد شده است. طهارت یعنی پاکیزه بودن، پاکیزگی قلب، پاکیزگی جسم و بدن، پاکیزگی حیات، حتی پاکیزگی فکر و عقیده و اعتقاد نصف ایمان هر شخصیت است. پیغمبر بزرگوار گفتند من و شما باید حرکت داشته باشیم که از دل سر کرده ابتدا دل را پاکیزه کنیم، یعنی از غژدی ها، از فکر و نیت بد، از اعتقاد بد، از محبت های بد، ابتدا از دل خود شروع کنیم، دل پاکیزه کنیم. بعد از پاکیزه کردن دل، جسم و بدن از ناپاکی ها پاکیزه کنیم. ما و شما ببینه وقتی نماز خواندنی میشویم طهارت میکنیم، یعنی طهارت بدن پاکیزه میکنیم از غژدی ها. انسانی بی طهارت نمیتواند نماز بخوانه. اگر من و شما برادران بزرگواری من، اگر قلبها را پاکیزه نکنیم،
اگر اعتقاد پاکیزه نکنیم، اگر زندگی را پاکیزه نکنیم، من و شما به خدا رسیده نمیتوانیم، به خدا قریب شده نمیتوانیم. چون که رب العالمین در حدیث قدسی میفرمایند که ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاکیزه هست، از بنده هاش قبول نداره مگر پاکیزگی را. اگر ما و شما برادران عزیز بزرگوار اگر پاکیزگی را اختیار نکنیم، ما در درگاه خدا قرب پیدا نمیکنیم، به خدا رسیده نمیکنیم، به خدا قریب نمیشویم. عادتا ما هر روز بعد از نماز بامداد به سر مرقد قبلگاهی زیارت می رفتیم. روز وقت از زیارت بازگشت می کردم، یک منظره خیلی زیبا در یک مادری خیلی سال رفته که موی سفید و قامت چنگ داشت، یک حالتی خیلی حساس دیدم. اینا می خواهم که برای شما بیان کنم. وقتی ما در راه می آمدیم، سحر بود، خیلی روز سرد بود، خنک بود که اون شب و روزم یعنی برف زده بود. مادر را دیدم از دروازه بیرون شده، در بر راه در بالا یک سنگ خنک نشسته است، می لرزه وجودش، عصاش در دستش. گفتم مادر بزرگوار، شما اینجا برآمده انتظار کسی هستی؟ وقت خنک هست، خانه داره، یک جای گرمی دایسته. گفت فرزندم، پسرم برای من وعده کرده است که همین یک دو روزه آچه جان می بیام. من انتظار راه فرزندم هستم. مبادا من در خانه باشم و فرزندم بیایم من را پیشواز نگیرم. یعنی انتظاری دارم که شاید این لحظه یا لحظه دیگر فرزند من یعنی رسه. اون بزرگوارها ببینه که چقدر بی صبرانه مشتاق و انتظار ما و شما هستند. و همین خاطر چی خوب می شود هر روزها از اونها سراغ کنیم و اونها صحبت کنیم، از حال اونها خبردار شویم. باور کنه اکثر پدرها و مادرها را من این رفتگی دیدم، خیلی چهره پژمرده دارند، موی سفید دارند، قامت چنگ زده دارند. من از خود پرسیدم، گفتم آیا اگر ما از این بزرگوارها سوال کنیم که پدری بزرگوار، مادری بزرگوار، آیا حسن و جمال تو کجا شد؟ آیا موی سفید تو کجا شد؟ آیا قامت راست تو کجا شد؟ میدونه برادران بزرگوار اونها چی جواب میگویند؟ اونها جواب میگویند که اینها قامت زیبا و موی سیاه و چهره حسن و جمال و زیبای خود را فدای شما کردیم. اونها جوانی خود را بخشیدند تا اینکه من و شما جوانی پیدا کردیم. اونها موی خود را سفید کردند تا اینکه ما و شما به وایه رسیدیم. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار به قدر پدر و مادر برسه، احترام پدر و مادر به جا بیاره که در حیات غنیمت هستند. روز می روند، بعد از آن ما و شما وقتی به زیارت می رویم فقط یک توده خاک می بینیم، فقط یک خاک، فقط یک قبر می بینیم. اگر با اونها سلام هم بدهیم، صحبت هم کنیم، اونها برای ما دیگر جواب نمی گردانند. به همین خاطر به قدر پدر و مادر برسین برادران عزیز و بزرگوار. به همین خاطر برادران عزیز بزرگوار من و شما حرکت داشته باشیم که لحظه های عمر در عبادت و بندگی خدا، در ذکر خدا، در یاد خدا بگذرانیم. یک نوع زندگی داشته باشیم که آخر از این دنیا به نزد پروردگارمون به سری بلند، به آبرو و خالی از گناه بازگشت کنیم. پروردگار بزرگوار این جمعیت ما را بخت و سعادت دنیا و آخرت نصیب بگردان. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یا ارحم الراحمین.